سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید چنل مهدی وای فای. توی این ویدیو قرار با هم توضیح بخش وپن یا اسکین رو داشته باشیم، اسکین گان البته. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، کامنتی چیزی هم داشتید بذارید، زنگوله که اصلا یادتون نره، پیج اینستاگراممون و چنل تلگراممون هم دنبال کنید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، از ردیف پایین وارد بخش سوم ویپن میشیم که دونه دونه اینا رو براتون توضیح میدم. اول بریم تو بخش آرموری. بچه تو بخش آرموری ما یه سری بخش‌های مختلف داریم. برای مثال ببینید بچه‌ها، شما تو بخش رایفل مثلا گانه رایفلتون هستش. اینجا مثلا ما میریم رو گان اسکار. شما توی هر گانی که برید این وسط یه دونه بخش گان اسمیت داره که در واقع کاستوم میکنید شما گان رو. ببینید وقتی بزنم روش دست راست میتونم بزنم رو کاستومایز و بیام اینجا. شما چیکار میکنید؟ شما میتونید قدرت یه اسکین رو بندازید روی اسکین دیگه. مثلا چی؟ مثلا الان من اسکال لولی دارم، میتونم قدرت اسکال لولی رو بندازم رو این، مثلا با فیس این برم، در واقع اینو دارم برمیدارم ولی قدرتش قدرت اسکاره. از این بالا میتونید قدرت گانو انتخاب کنید، از پایین میتونید فیس گانو انتخاب کنید، یعنی صورت و ظاهری که داره گانو انتخاب کنید. این کلا داستانش همین شکلیه بچه ها. بعد ارزم به خدمتتون که خب بخشای مختلف داریم. رایفل داریم، گانای SKS2 و SPD داریم، ماشین گانا رو داریم که اکثرا بچه ها بهش میگن ستیر، گانای SNG رو داریم، شاتگان، اسنایپا، گانای کلتی، شمشیر و داس و نایف و اینا، مشت که حالا فعلا اسکین مشت نداریم ولی به زودی میگیریم، گرنید و گلووال رو داریم، یعنی اینکه یخا بمب بمونه، با بخش آخر که بخش بمب و ایناست. حالا بچه ها این بخش رو توضیح دادیم، بریم سراغ بخش دیگه. ببینید دست چپ پایین یه بخش گالری داریم. این چیه؟ رو گالری که بزنید بچه ها از دست چپ یه سری چیزا داره، دست راست بالا هم دو تا بخش داره. شما اینجا میتونید انتخاب کنید که مثلا فقط گانه رایفلتون رو بهتون نشون بده، یا فقط گانه ستیرتون رو بهتون نشون بده، یا چه میدونم فقط این ببینید فقط ستیرا، یا اینجا فقط گانه SNG تون رو بهتون نشون بده. ولی خب این چیز خاصی نداره، دستم خود در اومدم. از این ورم بچه ها ببینید شما دست چپ یه سری چیزا براتون داره دیگه. دست چپ خب اولی که آله، یعنی کل اسکیناتون چند تا، بعدی فقط گان لولیاتونه، بعدی گانه متیکتونه، یعنی مثلا حالت طلاییه، ببینید اینا که زیرش طلاییه بهش میگن متیک. اکثرا به اینا میگن اسکینی که تو دست بیاد. دیدید ما ایرانی‌ها برای هر چیزی یه اسمی میذاریم، یه اسم راحت. یه اسکینایی که تو دست میاد و اکثرا متیک و اپیک و ایناست. حالا رو اپیک که بزنید بچه‌ها، اپیک اینایی که زیرش قرمزه. ببینید بذارید من بیام اینجا بهتون نشون بدم، اینطوری نمیشه. ببینید الان زیر این گانو ببینید بچه‌ها یه نوار سفید تور داره. میگم نوار سفید، یه نوار طلایی تور داره. این نوار طلایی یعنی اینکه گانی که شما در دست دارید متیک هستش. حالا اینجا یه سری گانا هست زیرش حالت بنفش طوره، یعنی بنفشا اکثرا اپیک هستن. بعدی هم که بچه اینا اسکینای به درد نخورن واقعا. این دو تا ردیف آخر اصلا از این اسکینا استفاده نکنید، مثلا در این حد زیاد اسکینای مالی توش نیست. مثلا بعضی تک و توک مثلا یه قدرت خوب دارن، مثلا همشون این شکلی نیستن واقعا. اکثرشون ضربه میزنن بیشتر به بازیتون تا اینکه کاری کنن. از اینجا هم که یه سری تایپ گانا رو براتون توضیح میده، رایفل چیه، شاتگان چیه. اگه دوست داشتید میتونید برید ترجمه کنید. حالا اگه دیگه خیلی ابتدایی هستید و نمیدونید شاتگان و AK و اینا چه شکلیه، میتونید برید یه نگاه بندازید. حالا بچه‌ها ما مثلا اومدیم یه گان گرفتیم، یه گان لولی گرفتیم. آقا من میخوام الان این گان لولی بیاد تو دستم، بعد چیکار کنم؟ دست راست پایین ببینید یه حالت خونه طور داره، روی این که بزنید تیکشو فعال کنید این گان تو لابی میاد تو دستتون. ببینید الان این گانی که من اونجا انتخاب کردم تو لابی اومد تو دستم.
کلا دیگه بخش دیگه ای تو اینجا نداره بچه‌ها. از اینجا میتونید توضیح گانش رو ببینید که آقا مثلا این گان 1 خط میشه 2 خط میشه، چه اتفاقی براش میفته وقتی 3 خط میشه. مثلا همه گانا همچین قابلیتی ندارن بچه‌ها. مثلا AK اینطوری نیست داستانش. AK یه توضیح کلی براتون میاره. بخش بعدی وپن بخش ایوگانه. ایوگان فقط برای گان لولیاتونه بچه‌ها. حالا یه سری بخشای مختلف داره دیگه. این دست چپ بالا یه گزینه اونت داره، شما اینو بزنید اون گان لولیایی که دارید رو براتون میاره بالاتر. از دست راست هم که میتونید برید برای آپگرید کردنش و آپگرید رو بزنید و آپگریدش کنید، ولی خب باید توکناشو داشته باشید و توکناشو بخرید. ایوگان کلا بخش زیادی نداره بچه، کلا توضیحش همینه. میتونید فقط اینو بهتون بگم که شما بیاید اینجا برید تو همین ارتقاهاش ببینید، میتونید ببینید مثلا تو لول 1 چه شکلیه، تو 3 چه شکلیه. از دست راست هم میتونید ببینید دقیق قدرتاش چجوری میشه. الان مثلا میگه تیر بزنی همچین افکتی داره و این داستانا. کلا این بخش چیز زیادی نداره. بخش بعدی بخش مستری هستش. تو این بخش شما یه سری اسکینگان‌های مختلف، بذارید من یکی که نگرفتم و بیارم، مثلا AK. ببینید AK رو شما وقتی با AK خیلی بازی میکنید کم کم این نوار پایین پر میشه. این نوار پایین به اینجا که برسه یه اسکین AK بهتون میده. حالا اگه اصلا برای گیم خرج نمیکنید بالاخره این اسکیناش به کارتون میاد. کلا داستان اینجا همینه، هیچ داستان دیگه ای نداره. با هر گانی بازی کنید این نوار پایینش پر میشه، بعد یه مدت به شما اون گانو میده. تمام شد و رفت. یعنی مثلا اگه خرج نمی کنید برای بازی اصلا، بهترین چیزه که یه اسکین رایگانی ازش بگیرید و بتونید یه استفاده‌ای بکنید. و خیلی ممنون که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید بچه‌ها. رسیدیم به آخر ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. چنل تلگرام و پیج اینستاگراممون هم یادتون نره. برید دنبال کنید. واقعا بیشوخی برید دنبال کنید. اینجا هم ساب کنید. تا ویدیو دیگه خداحافظتون.